علما میگن سرمایه‌دار واقعی هنگام مرگ شناخته میشه، به مال و منال و پست و مقام نیست. هنگامی که روحت به غرغره رسید، اگر رو به قبله با وضو گفتی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، نفس خالی کردی، دخل الجنه. پیامبر گفته هر کسی آخرین کلامش تو دنیا شهادتین باشه دخل الجنه. این سرمایه داره. یه وقتی یه فقیر مسکینی که رنگ پوستش هم سبز است، تو بهش اصلا جواب سلامش نمیدید، ولی هنگام مرگ میدونی که اون سرمایه داره. تاجرم بوده که بالای سرش نشستن، گفتم بگو لا اله الا الله، گفته کلید گاف صندوقم کجاست؟ بگو لا اله الا الله. ماشینام چی میشه؟ پس دل خوش نکنیم به این سرمایه های که امروز امانت، فردا چه در دست دیگری است و ما با امانت خدا فخر داریم میفروشیم به بندگان خدا و تکبر. چیزی که سبب نجات تواضع هست. من تواضع لله رفعه.